آخرین آمار و اطلاعات مربوط به بیماری کووید 19 رو به سمع و نظر شما عزیزان میرسونیم. تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 4206 نفر گزارش شدند که از این تعداد 2063 نفر در مراکز درمانی بستری شدند. همکنون تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به علت شرایط بالینی نامناسب 4533 نفر هستند که براشون آرزوی سلامتی و بهبودی داریم. متاسفانه ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های داغ دیده طی 24 ساعت گذشته 272 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 28816 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 504281 نفر هستند که از این تعداد 409121 نفر به لطف الهی و تلاش شبانه روزی همکاران ما بهبود پیدا کردند.